استاد عزیز دیم سوال استاد عزیز همین در تاجیکستان یک دختر قطعی نمی بگیم خونگی و رفتن گپ زدن و دختر میگه که بگیم پدر مادر دختر میگه که و دخترم و بچه‌تون گپ زنه تیپا بعد نشوه که مثلا من دختر را ندیده بودم من نمیدونستم مثلا خاراکترش خیلی ترسیده ایستن اجازه دسته در اسلام استاد عزیز من با تلفن قطعی همون دختر هم صحبت شد تیپا اجازت نیست بلکه امر است. انظر الیها، نه فقط تلفن، بی تلفن یا بار بینید بی تلفن و تلفنات آدم نه استاد عزیز این شرایط نیست برای دیدن استاد اگر نمیدونم بله دیدن در کار به هر حال پیش از وقتی که یک جایی میشید پیش از نکاح اول بخوریتون برای آن که حاضر میدونید یعنی بعضی نوارهای هم هست یعنی یا دختری بله سلام به میدارن یا نمود خوشرو دیگر دختر میشن انسانی وقتی که غسل کند بینید که نترسید برای همین یعنی این تلفن و رسم و ویدیو باور کرده نمیشه ایننده آدم نه مادرم که استاد عزیز در مادرم باور دارم مادرم گفت دختر خوبه دیگر توکل به الله نه به هر حال درست میگوید پدر و مادری کلین که یه بار همدیگه بینن یه بار گپ زنن خیلی اقلا دیدنی حقیقی صورت نگیرد و ویدیو زواناک کنید گپ زنید بگذار در پیشش مثلا مادرتان یا مادرش اگه محرم باشه خلوت نمانیدم لیکن گپ زنید پیامبر صلی الله علیه و آله انا ورت الیها یا رسول الله از زن گرفتم از مدینگی ها گفتی ای مهاجر گفتن که انا ورت الیها آیا نظر کردی اوار بر روی چشمش نگاه کردی گفت که لا نه یا رسول الله نگاه نکردم گفتن انظر الیها نگاه کن گفتن فان فی اعین الانصار شیئا چون در چشم اهل مدینه چیزی هست و نشود که پگه گرفته یکم روز بعد جدا شوی یعنی این دیدنی همدیگر و صحبت کردنی همدیگر این نزدیکتر است به آن که عائلتون جدا نشود از اینترنت دیده میگیرید از رسم دیده میگیرید بعد میگیرید معقول نمیشد بعد جدا شدن نادرست از جهت آن که مثلا دختر با سرسام میکنید پدر و مادری بیچاره‌اش غمگین میکنید از جهت آن که میدونید که قطعی این دختر زندگی کرده نمیتونه یک خجالت گرفتار میشید بنابراین بهترش این که آموخته خوب دانسته گرفتن در کار که بعد نکاح بعد یعنی مشکلی ها روی آب براید و بعد جنجال شد و عائله ویران شد شریعت ضدی جدا شوی عائله ها هست شریعت همیشه اصل شریعت به ترغیب میکند به مستحکمی عائله شیطان های و جن های و سحرگر های و جادوگر ها و امثال آنها اونایی که انسان هستند و شیطان صفت هستند اینو همیشه دائما برای ویران کردن عائله کوشش میکنند خواه برای خبر کشی خواه برای شرمنده کردن خواه با دیگر راه ها عائله ویران کنی این صفت شیطان ها هست حتی شیطانی که وقتی حسابات میدهد میگوید که من دو عائله رو ویران کردم گفت شیطانی کلانی سرپوشی تاج خودش گرفته بر همین شیطان میپوشاند است که تو کار کردی یعنی دو عائله رو جدا کردی تو کار کردی اونایی که من عرق نشانیدم من دزدی کنندم به اونا اهمیت نمیداد به این تاج خودش میپوشاند برای اونکه عائله که ویران شد همین گناه ها خودش میشد شوهر که ندارد داماد هم که دیگه زن ندارد به دیگر گناه ها دست میزند کودکا بی پدر موندن عائله ویران که شد نفقه نیست تربیه نیست کودکا هم به گناه دست میزنن اینه راهی یعنی گوییم جملتاً وسوسه کردنی مردم به گناه جملتاً یعنی ابتاوی میگد که نرخ جمله نرخ تنهایی نیو همین خیلی یعنی شیطان اگر عائله ویران کند این خیلی بر فایده شیطان ها میشد بر ضرر انسان ها میشد لیکن در حالت های ضرورت بله بعد راهی حل طلاق است ولی شریعت و در حالت ضرورت استفاده میبرد بنابراین دیدن یکی از سبب‌های مستحکمی عائله جدا نشدن عائله هست بنابراین حرکت کنید گپ زنید صحبت کنید بینید بعد
رازگی جوانا که شد بعد انشالله توی روزش معین کنم.